بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نه خیر، هر کسی که خود را به خدا تسلیم کند در حالی که نیکوکار باشد مزد خود را نزد پروردگارش می‌یابد. نه ایشان را ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودیان گفتند نصرانیان بر چیزی نیستند و نصرانیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند، حال آنکه ایشان کتاب آسمانی را میخوانند. کسانی که نمیدانند یعنی مشرکان نیز مانند سخن ایشان گفتند، ولی خداوند در بین آنها در مورد آنچه بر آن منازعه دارند در روز قیامت قضاوت میکند. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و کیست بیدادگرتر از کسی که منع کرد از اینکه در مساجد نام خداوند گرفته شود و در خراب کردن مساجد کوشید. ایشان حق آن را نداشتند و ندارند که جز با ترس به مساجد داخل شوند. برای آنها در دنیا رسوایی است و در آخرت عذابی بزرگ است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب از آن خداست، به هر سوی که رو آرید همانجا حضور خداست. به تحقیق که خداوند گشایشگر و داناست.